به نام خدا. در این جلسه همینطوری می‌بینید تصویر رو باز کردیم. تصویر رو میخوایم از کویک تریس استفاده بکنیم. وارد ابزار بیت مپ میشیم. در بیت مپ کویک تریس رو کلیک میکنیم، کمی صبر میکنیم کویک تریس انجام بشه. در این عمل تصویر ما تبدیل میشه به شیپی که ذرات مختلف اون از هم جدا شدن، تک تک تصاویر از هم جدا شدن. وارد آبجکت میشیم و آبجکت رو باز میکنیم. اگر اینجا رو دقت بکنین، در تصویر و لایه‌ای که اینجا داریم یک گروپ آف 214 آبجکت ایجاد شده. گروپی که از 214 تیکه ساخته شده که هر تیکه از اون رو وقتی ما کلیک میکنیم بخشی از این شیپ ایجاد دیده میشه. ما میتونیم این گروپ رو نگه داریم و باش کارایی رو انجام بدیم. خب اینجا میایم و این گروپ رو میگیریم، جابجاش میکنیم، از روی تصویر به کنار میکشیمش. در اینجا پس یه تصویر داریم، یک گروپی داریم که با کویک تریس انجام شد، یعنی آمدیم داخل بیت مپ که الان غیر فعاله به علت اینکه دستور اجرا شده و ما این حالت رو کویک تریس رو داریم. حالا میتونیم کارهایی رو انجام بدیم. من از این شکلم کپیایی رو میگیرم و بر روی اونها یک سری دستورات رو به اجرا در میارم. خب در اینجا شیپ کویک شده رو میایم و یک سری کارها انجام میدیم. یک، من میخوام پوزیتیو صفحه‌مو داشته باشم. برای پوزیتیو داشتن اون میایم کلید سمت چپ رو روی بعد از انتخاب روی این ستون لایه هامون میزنیم. با خط مشکی کلید سمت چپ رو میزنم، همونجوری که میبینید خطوط دیده میشن. حالا کلید سمت راست رو روی رنگ سفید میزنم، پوزیتیو صفحه. دوباره در پایین این صفحه کلید سمت چپ رو روی خطوط سفید میزنم، کلید سمت چپ رو پس روی خطوطش میزنم، سفید میشه. و کلید سمت راست رو از موس روی ستون لایه روی مشکی میزنم، سطح مشکی اون ایجاد میشه. جالب اینه که شکلمون وقتی این شکلی هست و این حالت رو داره، میتونیم تصویر رو هم از خطوط دیگه‌ای مثلا زرد رنگ برای اون داشته باشیم و خطوط جدا شده اون رو ببینیم. از این دستور پس ما برای کتاب هایی که برای بچه ها رنگ آمیزی هستن میتونیم به این شکل این مشخصات رو بدیم، بچه ها اشکال رو رنگ بزنن. موفق و معید باشید.